تا حالا به این فکر کردین که چطور میشه یه زبون 3 تا اسم داشته باشه؟ فارسی، دری و تاجیکی. واقعاً چرا زبونی که توی ایران، افغانستان و تاجیکستان حرف میزنن 3 تا اسم مختلف داره؟ جالبه بدونید که این قضیه فقط سر لهجه و اینجور چیزا نیست. نه، داستان خیلی عمیق‌تره. داستان تاریخ، سیاست و هویته. خب این سوال اصلیه دیگه، نه؟ یعنی آیا یه ایرانی و یه افغانستانی و یه تاجیکستانی میتونن راحت با هم حرف بزنن؟ خیلیا اینو آنلاین میپرسن. اگه بخوام یه جواب سریع و ساده بدم باید بگم آره، تا حد خیلی زیادی حرف همون میفهمن، ولی داستان کاملش خیلی جالبتر از یه آره یا نه ساده است. یه کاربر توی ردیت یه مثال خیلی باحال زده بود که به نظرم دقیقاً همینه. میگه این مثل تفاوت انگلیسی لوئیزیانا با انگلیسی لندنه. جفتشون انگلیسی حرف میزنن، آره، ولی خب اونقدر تفاوت توی لهجه و کلمه‌ها و اصطلاحات هست که گاهی ممکنه به هم نگاه کنن و بگن ببخشید چی گفتی؟ ما دقیقاً داریم در مورد یه همچین چیزی حرف میزنیم. یه زبون مشترک ولی با کلی تفاوت‌های منطقه‌ای که واقعاً شنیدنیه. خب پس قراره با هم چی رو بررسی کنیم؟ اول میبینیم اصلا داستان این 3 تا اسم چیه. بعد یه سفری میکنیم به گذشته و میراث ادبی مشترکشون. بعدش میریم سراغ تفاوت‌های واقعی که میشه شنیدشون و در نهایت میرسیم به بخش خیلی مهم ماجرا. چطوری سیاست به خصوص توی قرن 20 این زبان رو به 3 شاخه امروزی تقسیم کرد. خب بذارید همین اول کار یه چیز رو خیلی شفاف بگم. فارسی، دری و تاجیکی 3 تا زبان جدا از هم نیستن، اصلاً و ابداً. اینها 3 تا نسخه رسمی از یک زبان واحد هستن، زبان فارسی. هر کدومشون استاندارد رسمی یک کشور شدن، دقیقاً مثل شاخه‌های مختلف یه درخت بزرگ که همشون از یه تنه قوی ریشه گرفتن. یه نگاهی به این نقشه بندازین. میبینین که فارسی زبانها توی یه منطقه خیلی وسیع پخش شدن، از آسیای مرکزی تا جنوب غربی آسیا. امروز مراکز اصلیش خب ایران، افغانستان و تاجیکستان هستن. ولی نباید فراموش کنیم که شهرهای تاریخی مثل بخارا و سمرقند که الان توی ازبکستانن، یه زمانی قلب تپنده فرهنگ و ادبیات فارسی بودن. خب حالا برای اینکه بفهمیم امروز چطور به اینجا رسیدیم، باید یکم برگردیم عقب. خیلی عقب‌تر. به زمانی که این مرزهای سیاسی امروزی اصلا وجود نداشتن. اون موقع یه زبان ادبی خیلی قدرتمند و مشترک بود که کل این منطقه رو مثل چسب به هم وصل کرده بود. و این نکته خیلی حیاتیه. گوش کنید، مرکز و قلب تپنده این سنت ادبی، یعنی جایی که شاعرای بزرگی مثل رودکی و فردوسی ازش اومدن، منطقه تاریخی خراسان بزرگ بود. منطقه‌ای که بخشای بزرگی از افغانستان و تاجیکستان امروز رو در بر می‌گرفت. پس برخلاف تصور خیلیا، این زبان در واقع از شرق به سمت غرب گسترش پیدا کرده. خیلی خوب، تئوری کافیه. بیایید بریم سراغ چیزای ملموس. تفاوت‌هایی که واقعاً میتونیم بشنویمشون. یعنی وقتی یه ایرانی، یه افغانستانی و یه تاجیکستانی با هم حرف میزنن، چه تفاوت‌هایی واقعاً به گوش میرسه؟ این مثال رو ببینید، فوق‌العاده است. کلمه شیر. توی تاجیکستان و افغانستان اینا هنوز تفاوت کلاسیک رو حفظ کردن. یعنی به شیر جنگل میگن شر و به شیر خوردنی میگن شیر. اما توی فارسی امروزی ایران چی؟ هر دوتا شده شیر. این صداها با هم ادغام شدن. پس جالبه بدونید که از این نظر دری و تاجیکی در واقع محافظه‌کارتر عمل کردن و به فارسی کلاسیک نزدیکتر موندن. یه مثال کلاسیک دیگه هم کلمه خانه است. توی ایران ما میگیم خونه یا خانه که با صدای ا تموم میشه. ولی توی افغانستان و تاجیکستان میگن خانه با صدای ا. شاید به نظر یه چیز کوچیک بیاد، ولی این یه الگوی خیلی ثابته که همیشه تکرار میشه و سریعا متوجهش میشید. و وقتی به این جدول نگاه میکنیم یه الگوی خیلی جالب مشخص میشه.
می‌بینیم که تاجیکی و دری خیلی از صداهای قدیمی‌تر و کلاسیک زبان فارسی رو حفظ کردن، در حالی که فارسی رایج توی ایران یه سری از این صداها رو با هم ادغام کرده یا تغییر داده. برای همین میگم این لهجه‌ها مثل یه جور کپسول زمان زبانی هستن. صداهای گذشته رو برامون زنده نگه داشتن. اما بزرگترین تفاوت، بزرگترین دیواری که بین این گویش‌ها کشیده شده، چیزی نیست که با گوش بشنوید، چیزیه که با چشم می‌بینید و این تفاوت ربطی به تکامل طبیعی زبان نداره. این یه تصمیم کاملا سیاسی بوده که توی قرن 20 گرفته شد. این تصویر رو ببینید، این خودش گویای همه چیزه. یه جمله کاملا یکسان با کلمات یکسان، ولی با 2 خط مختلف نوشته شده. یکی با خط فارسی عربی که توی ایران و افغانستان استفاده میشه و اون یکی با خط سیریلیک که توی تاجیکستان رایجه. نتیجهش چیه؟ اینه که یه ایرانی یا افغانستانی نمیتونه نوشته تاجیکی رو بخونه و برعکس. این دقیقاً یعنی جدایی سیاسی روی کاغذ. خب بیایید ببینیم این جدایی‌ها چطوری اتفاق افتادن. یه نگاهی به این گاه شمار بندازیم. همه چیز از دهه 1920 شروع شد وقتی اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت خط رو توی آسیای میانه از فارسی عربی به سیریلیک تغییر بده. یه دهه بعد توی ایران حکومت پهلوی پروژه به اصطلاح پاکسازی زبان از کلمات عربی رو کلید زد و بعدش اواسط قرن 20 توی افغانستان دولت رسما اسم زبان رو گذاشت دری تا یه فاصله سیاسی با فارسی ایران ایجاد کنه. میبینید هر کدوم از اینها یه حرکت سیاسی حساب شده بود. حالا بیایید داستان هر کدوم از این 3 کشور رو یکم دقیق‌تر و جداگونه بررسی کنیم. خب توی تاجیکستان چه اتفاقی افتاد؟ پروژه شوروی خیلی واضح بود. باید یه هویت تاجیک مجزا و جدید ساخته میشد که از دنیای بزرگ فارسی زبان جدا باشه. چطوری؟ اول اسم زبان رو گذاشتن تاجیکی، بعد خط رو عوض کردن تا ارتباط نوشتاری قطع بشه و در نهایت کلی کلمه روسی و ازبکی وارد زبان کردن. هدف اصلی این بود که پیوندهای فرهنگی انگیو با ایران و افغانستان رو برای همیشه قطع کنن. دقیقاً همون موقع‌ها توی ایران یه داستان کاملاً متفاوت در جریان بود. اینجا یه نوع ناسیونالیسم جدید داشت شکل می‌گرفت، ناسیونالیسم دوران پهلوی، و این ناسیونالیسم نگاهش به گذشته دور بود، به دوران باشکوه ایران پیش از اسلام. تمرکز اصلی دولت پهلوی این بود که یه هویت ملی جدید بسازه که ریشه‌هاش رو توی امپراتوری هخامنشی و گذشته آریایی میدید. برای همین هم بود که فرهنگستان زبان رو تأسیس کردن. مأموریتش چی بود؟ اینکه کلمات عربی رو از زبان حذف کنه و به جاشون کلمات جدیدی از ریشه‌های فارسی باستان بسازه. ایدئولوژی پشت این کار ساختن یه هویت مدرن و سکولار بود که ایران رو به اروپا نزدیکتر و از همسایه‌های مسلمانش دورتر کنه. اما داستان افغانستان واقعاً پیچیده‌تر و منحصر به فرده. توی افغانستان زبان فارسی ناگهان تبدیل شد به یه میدان جنگی بین هویت‌های قومی و ملی که با هم رقابت داشتن. یه طرف دری زبان‌ها بودن و طرف دیگه ناسیونالیسم پشتون. یه دیدگاه خیلی جالب اینجا مطرح میشه. بعضیا معتقدن که این سیاست‌های زبانی مثل رسمی کردن اسم دری، هدفشون لزوماً تقویت زبان پشتون نبوده، بلکه هدف اصلی تضعیف و به حاشیه روندن زبان فارسی بوده تا نفوذ فرهنگی ایران رو توی افغانستان کم کنن. یعنی در واقع هدف اصلی قطع کردن این ارتباط فرهنگی قدرتمند بود. خب از همه این داستان‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ این معما در مورد دنیای ما چی بهمون میگه؟ اینجا میرسیم به یه مفهوم کلیدی که کل این پازل رو برای ما حل میکنه. بهش میگن زبان چند کانونی. یعنی چی؟ یعنی یه زبان واحد که چند تا نسخه استاندارد و رسمی داره و هر کدوم از این نسخه ها مال یک کشور خاصه. جالبه بدونید که این اتفاق فقط برای فارسی نیفتاده.
انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی اینها همه زبانهای چند کانونی هستن. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم تفاوت‌های بین فارسی، دری و تاجیکی فقط یه سری تفاوت لهجه ساده نیستن. نه، اینها خیلی فراتر از این حرفان. اینها در واقع اسناد زنده 3 تاریخ ملی کاملا متفاوت در قرن 20. هر اسم، هر خط نوشتاری و حتی هر تلفظ داره داستان سیاسی و اجتماعی یه ملت رو برای ما تعریف میکنه. و در آخر این ماجرا ما رو با یه سوال مهم تنها میذاره. تا حالا فکر کردین که تاریخ چطوری زبانی که شما باهاش حرف میزنید رو شکل داده؟ چون زبون ما فقط یه مشت کلمه برای ارتباط برقرار کردن نیست. زبون ما یه آینه است. آینه‌ای که تاریخ، سیاست و هویتی که ما رو ساخته توش منعکس میشه.